بچه رفتم کربلا. رسیدیم ساعت مثلا 9 شب. به خانومم گفتم بلند شو بریم حرم. من اصلا جون ندارم باید بخوابم، نماز صبح میام. گفتم پس من با دخترم میرم حرم. اومدم حرم، رفتم بیرون حرم، دیدم یه گرده دارن سینه میزنن و یکی میخونه، جمعیتی هم جمع شده بود. به خودم دیدم دخترم نیست. بعد میدویدم تو بین الحرمین، این ور رفتم حرم معاصر، میومدم بیرون حرم ابوالفضل، هی دویدم یه چند باری رفتم حرم ابوالفضل. عصبی شدم. دستت درد نکنه با این مهمون نوازی در باز شد. من کجا دنبال دخترم بگردم؟ گریه میکردم با ابوالفضل میگفتم. گفت دیگه، گفتم چیکار کنم؟ برم خونه به زنم من بگم بیام دوتایی بگردیم دنبالش. رفتم هتلمون، در رو وا کردم، دیدم دخترم کنار خانومم خوابه. خانومم بلند شد گفت چی آورد بچه رو؟ گفت من دوست شوهرتونم، بچه رو بگیرید تا بیاد. هیچی نگفتم. فردا جاش میرفتیم حرم، دخترم کشتم. گفتم بابا، گفتم دیشب کی تو رو آورد خونه؟ گفت بابا یه آقا مهربونه اومد گفت دخترم عبای منو بگیر دنبال من بیا. گفتم آقا دستتون؟ گفت دست ندارم. برو به بابات بگو ما بعد از رقیه نمیذاریم کسی گم بشه. برو به بابات بگو ما از گم شدن بچه خاطره خوبی